مثل و مانند کسی که اموال خود در راه الله متعال مصرف میکنه مانند یک دانه است که این دانه 7 خوشه داره و در هر خوشه آن 100 دانه است و الله متعال بر هر کس بخواهد اضافه نوشته میکنه. مفهوم آیه 261 سوره مبارکه البقره. بله دوستان عزیز، زمستان سخت و طاقت فرس ها است. با $80 شما میتونین که یک ماه مکمل نیازمندار قلب هایشان شاد کنین و یک فامیل مستضعف و محروم را کمک و دستگیری کنین. بین در زمستان حاضر چند کار که از توانایی ما هست انجام بدیم. اولی که شما به هر اندازه که توانایی دارین در قسمت اسپانسر خانواده ها ولو اینکه یک بارم باشه همت بگمارین. $50، $60، $20، یک بوجی آرد، یک بوجی برنج و الایی که یک بسته کامل به یک خانواده در این زمستان $80 تعیین کردیم بنابر مشورتی که شد. و اگر این کار نمیتونین کرده لباس های مازادتانه که اضافه است بر ما بیارین که ما شستشو کنیم و بسته بندی کنیم. تاجران عزیزی که برنامه را بیننده هستند، مسئله و مانند کسی را که اینجا بیان کردم فراموش نکنین. رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنن که هیچ وقت صدقه سبب کمی مال نمیشه و گذشته از او غضب الله متعال رفع میکنه یا سبب میشه که الله متعال از بندهش راضی باشه. روی ملحوظ بیاین، لینک ها را مشاهده میکنین، پیام بگذارین، ما در کمال امانت دارین رسالت انشاءالله انجام میدیم. السلام علیکم.